در روسیه بازداشت افراد متهم با کشتار سیاستمدار مخالف حکومت بوریس نیمتسوف شک و شبهه به بار آورده است. روز 8 مارس در ارتباط با کشتار نیمتسوف دادگاه مسکو 5 نفر را به حبس پیشکی گرفت. یکی از متفقان نزدیک نیمتسوف، ایلیا یاشین میگوید مفتشان یک فرضیه بی‌معنی درباره قصاص اسلامی بودن کشتار را پیش آوردند تا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را از به اصطلاح خط آتش کنار کشند. در حالی که طرفهای درگیر نیزای اوکراین قرار آتش بس را مورد اجرا قرار داده اند، آخر هفته گذشته داوطلبان بتالیون آزوو در شهر جنوب و شرقی بردینسک اوکراین تمرین نظامی گذرانیدند. تمرین روز شنبه 7 مارس از رزمایش با تیرپرانی واقعی عبارت بود. سخنگوی آزوو میگوید جدایخواهان رو به روسیه آتش بس را برای گروه بندی تازه و حمله نو استفاده میبرند. صرف نظر از آتش بس، گزارش‌های زیادی درباره برخوردهای مسلحانه در سطح پایانی نشر شده است. روز دوشنبه در کابل در یک مراسم با تنتنه فرماندهان پیمان ناتو به ارتش افغانستان رادیو، کامرا و جهاز مخابرات تقدیم نمودند. معاون فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گنرال لیتنانت کارستن جاکوبسن گفت نیروهای افغان ثابت نمودند که در مبارزه با طالبان موفق هستند. آخر سال 2014 نیروهای ناتو تأمین امنیت افغانستان را به نیروهای ارتش این کشور حواله نموده اکنون 12,000 افسر و سرباز باقی مانده ناتو در تمرین سربازان افغان سهمگیر می باشند. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان نفقه‌گیران با طلب افزایش نفقه به کوچه ها برآمدند. اعتراضگران میگویند بالاروی نفقهشان با تورم همقدم نبوده حیات آنها را به قدر کافی دشوار کرده است.